ستاد مربیان دسته منتخب تاجیکستان تحت رهبری مربی خرواتی پیتر سگرد هیئت دسته منتخب کشور را برای بازی دوستانه در پیش استاده با تیم ملی روسیه که روز 7 نوامبر در ورزشگاه مرکزی دوشنبه برگزار می شود اعلام کرد. فدراسیون فوتبال تاجیکستان خبر داد که به هیئت منتخب تاجیکستان 28 بازیگر شامل گردیده است که 15 نفرش را لگنیرها تشکیل میدهند. برای خط پیتر سگرد 3 دروازه‌بان، 8 حمایتگر و 12 نیم حمایتگر و 5 حمله‌گر داخل گردیدند. دسته منتخب تاجیکستان از 9 نوامبر در دوشنبه آمادگی را به بازی دوستانه با تیم ملی روسیه آغاز می‌کند. بنا به اطلاع فدراسیون فتولایف در مورد انجام کارنامه‌اش در تیم ملی تاجیکستان تصمیمش را دیگر کرد. او در روی خط وسیع سرمربی تیم ملی پیتر سگرد قرار دارد و از احتمال دور نیست که در آینده به منتخب دعوت شود. از این رو فتولایف نمیخواهد فعالیت خود را در تیم ملی خاتمه دهد. نوشته از فدراسیون فوتبال تاجیکستان، فیفا و اویفا اخیراً به بازی دوستانه تیم روسیه با تیم‌های تاجیکستان و ازبکستان اجازه دادند. بازی روسیه با ازبکستان روز 20 نوامبر در تاشکند دایر می شود. با تصدیق رسمی فیفا و اویفا این دو بازی مقام رسمی میگیرند و نتیجه های آن در ریتینگ دسته و آمار هر دسته و فوتبال بازان علایده ثبت می شود. روزهای 7 و 8 نوامبر در دوشنبه دو بازی دوستانه بین تیم های فوتزال تاجیکستان و روسیه دایر شد. در بازی اول فوتبال بازان تاجیک با حساب 10-7 غالب آمدند، ولی بازی دوم با حساب 2-6 به نفع دسته روسیه انجام یافت.